اون بعضی عالمای علمی نحو بودن کتاب‌هاشون تمام مشرق و مغرب هر یک ملا بچه هر یک طالب علم تا عالم شدن اول کتاب اونها میخواند، زبان عربی میآموزد، قاعده قانونی زبان عربی، گراماتیک عرب. یعنی وقتی که وفات میکند بعضی نزدیکانش میپرسند که با کدام کتاب هایت واردی بهشت شدی؟ چند کتاب نوشته است؟ الله با کتابهاش قبول داده است. کتابهاش مردم در تمام مشرق و مغرب میخوانند. با کدام کتابت واردی بهشت شدی؟ میگم با یگان کتابم. با بعضی کمپیرهای محله سوره فاتحهش اصلاح کرده بودم. کمپیرهای بیچاره سوره فاتحه اون طرف زد بسم اللهش خطا است. یک بسم الله الرحمن الرحیم گفته نمیتوند. بسم الله الرحمن الرحیم میگه مثلا. خطا است. او بسم الله اصلاح کردن یک مشکل است. اون سوره فاتحه اصلاح کردن مشکل. اون سوره فاتحه اگر اصلاح نشود نمازش اصلاح نمیشد. این اما یک کمپیرک بیاد و یک عالمی کلان، اون عالمی کلان 1000 نفر در مسجد منتظر است، یک کمپیرک بیاد و بود که من سوره فاتحه ما خانم درست کنید گفت اگر نظرش نمیگیرد این عمله. چون برای چی؟ برای اینکه این کمپیر از این اصلاح کردن مشقت از اونجا مردم این انتظار است. لیکن همین عمل اگر خالصا لله کند شاید همین عمل که جنت بداره. بعد میاد که من همین یک چند کمپیرهای محاله و سوره فاتحه اصلاح کرده بودم، اونو قرائت کردم، من اصلاح کردم، به سبب همین وارد بهشت شدم. عملی کم، همین عمل اگر آدم خالصا لله کند ان شاء الله خیر است.